سفید و توی آینه دیدم، آهی بلند از ته دل کشیدم، تا زیر لب شکوه کرد آغاز، عقل هیم زد که خودت رو نباز، عشق باید پا در میونی کنه تا آدم ساس جوونی کنه، عشق باید پا در میونی کنه تا آدم ساس جوونی کنه. ضمن تشکر از الهه جون از اینکه کار زیبای ارائه داد و من لذت بردم از این موها و کوتاه کردنش، لذت بردم و فعل زیبایی تحویل من دادی. من بی نهایت سپاسگزارم. بعدی تو بشم با اینکه صدامونم سرما خورده، ولی تو به من خیلی محبت کردی، خیلی عزیزی، خیلی وقت تو گرفتم و واقعا ازت ممنونم. تشکر میکنم. هر کس کار خوب میخواد حتما بیاد پیش الهه جون. زنده باشی عزیزم. مرسی، خیلی محبت کردی. بعدی تو بشم.